مرکز مطبوعات کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 22 مای سال 2024 باز دو نفر از جمله یک شهروند خارجی غرق شدند. روز 22 مای سال 2024 ساعت 12:20 به قسمت نفبرداری کمیته زنگ زده خبر دادند که در کانال سیلپرتای دهه سوابخش نویه دنغره یک خارجی غرق شده است. نجات بخشان به جای حادثه آمده معاین کردند که یک گروه دانشجویان در اینجا آبازی میکردند و به گفته آنها یک همسابق آنها از بی‌احتیاطی غرق شد. جستجوی جسد 6 ساعت طول کشید و تنها ساعت 18:20 جسد دانشجو را 3 متر پایینتر از جای حادثه پیدا کرده به مقامات سپردند. او 25 سال داشته، شهروند هندوستان بوده است و در دانشگاه طبی تاجیکستان تحصیل میکرده است. از قضا روز 22 مای این دانشجوی خارجی همراه همسبقانش به نویه دنغره برای استراحت آمده است. حادثه ناخوش دوم در شمال کشور رخ داد. نیمه دوم 22 مای تقریبا ساعت 17:30 ساکن 30 ساله شهر بوستان ولایت سوغد که با قدرتسیکل در بحر تاجیک شنا میکرد به دلیل رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری دچار صدمه گردیده و غرق شد. نجات بخشان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوغد به جای حادثه آمده تا ساعت 21:30 جسد این جوان را جستجو کردند ولی بی نتیجه. جستجوی جسد صبح 23 مای از سر گرفته شد. کمیته اولتای فوق‌العاده در پی این دو حادثه بار دیگر به ساکنان خاطر رسان کرده است که موسم آبازی هنوز سر نشده است و جان خود را به خطر نگذارند.